شهاب سنگ قسمت اول اجرام جامد فضایی هستند که از سیارک‌ها، ماه یا مریخ جدا شده و پس از عبور از جو به سطح زمین میرسند. بیشتر شهاب سنگ‌ها بقایای سیارک‌های کمربند بین مریخ و مشتری هستند. برخی نیز از برخورد اجرام بزرگ با سیاراتی مثل مریخ و ماه جدا شده و به فضا پرتاب می‌شوند و توسط جاذبه زمین جذب می‌گردند. هنگام ورود به جو زمین اگر بر اثر استکاک کاملا نسوزند و از بین نروند، وقتی به زمین میرسند روی سطح آنها پوسته سوخته ایجاد شده است و به دلیل پدیده گردابی در جو فرورفتی‌هایی به نام اثر انگشتی روی آنها ایجاد می‌شود. شهاب سنگ‌ها به 3 دسته تقسیم می‌شوند. یکی سنگی‌ها شامل کندریت‌ها و اوکندریت‌ها، دوئی سنگی آهنی شامل سیدرولیت و مزوسیدریت، سه‌ای آهنی‌ها شامل اتاکسیت، هگزاهیدریت و اکتاهیدریت. بعضی شهاب سنگ حاوی مواد تشکیل دهنده منظومه شمسی اولیه هستند و برای دانشمندان بسیار ارزشمندند.